این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. داستان از 20 سال پیش شروع میشه. یک روز مردی در حال قدم زدنه که یهویی چشمش به یه خانومی. اون دوتا پی راه رفتن به هم میخورن و یهویی عاشق هم میشه و بعدم خیلی زود با هم ازدواج میکنن. یه لحظه وایسا، همه چی داره خیلی سریع میگذره. خلاصه یکم از رابطهشون میگذره که دختره به مرده میگه من جن. مرده فکر میکنه اول این دیوونه است، ولی بعد که میبینه جدیه اونم قبول میکنه و میگه اوکی باشه و اونا با هم زندگی میکنن. بعد چندین سال که میگذره دختره میگه که ما باید از هم جدا شیم، این رابطمون درست نیست و خلاف مقررات. و بعدم میگه یه قولی بهم بده و به کسی نگو که ما با هم دوست بودیم. مردم میگه منطقیه باش. یه 75 سالی میگذره و مرده دوباره ازدواج میکنه. اونا خیلی با هم خوب بودن و تصمیم میگیرن که بچه دار شن. بعد که بچه دار میشن یه لحظه واسه این دیگه چه سمیه اشتباه شد. خلاصه که بچه دار میشن و کلی با هم خوش میگذرونن و مرده که میبینه دیگه خیلی دوستش داره میخواد یه چیزی رو بهش بگه. میگه ببین حقیقتا من قبلا با یه دختری دوست بودم که جن بود. دختر اولش تعجب میکنه ولی بعدش میگه من گفتم به کسی نگو. بعدم دندوناش در میاد و مرده رو میخوره و قصه ما اینجا تموم میشه و داستان واقعی بود.